قبر برای ما میگفته است که با خود بیارید چی است. میگفته است انا بیت الوحده، انا بیت الوحده فحمل مونسا و هو قراءة القرآن. یکم برادران عزیز از حال خودش قبر بیان میکنند. میگوید من خانه تنهایی ام. برادران عزیز، یعنی بینید که ما هر نفری که از ما میگذرد خودش را تنها میبریم، در خانه قبر میمانیم. حقیقتا همین تنهایی برادرای عزیز و گرامی یک دهشت دارد خودش. ولی حتی در همین بینین مردمی را که زندانی میکنن، همونهایش که گویم خیلی جنایتی وزبین میکنن، اونها را میبرن در ادیناچکا میشونن، یعنی در یک کامرایی که تنها بشیند. زیرا که تنها نشستن برای آدم بسیار یک مشکل، یک سختی دارد. قبرم همی را گفته من خانه تنهایی ام. شما همراه خودتان مقصد یک مونیس بیارین، یک دلبردار کننده بیارین، یا بگیم برای خودتان یک همراه بیارین، یک رفیق بیارین. گفت یگانه خانه تنهایی مرا آدم احساس نمیکند که او با خودش چی میاره؟ او با خودش قرائت قرآن میاره. برادرای عزیز، حقیقتا قرآن معجزه الهی است. ما را به سوی بهبودی و به سوی نیکی زندگی دلالت میکند. خوش به حال آن کسانی که در دنیا قرآن میخوانند. خوش به حال آن کسانی که هر روز کارشون همین است که یا از قسم سحر، یا از قسم شب، یا از قسم نیمه روز اینها تلاوت به قرآن، یعنی به تلاوت قرآن مشغولند. هرگاهی که شما در دنیا قرآن میخوانده این، خانه قبر میگه تو دیگر تنهایی را در داخل من احساس نمیکنی، زیرا در اونجا قرآن همراه تو هست. برادران عزیز و خواهرای مهربان، از خواندن قرآن شما ببینید که دنیا تاندم اگر اجر میگیری، ثواب میگیری، نور میگیری، خیر میگیری، پاداش میگیری، خانه قبرتم از قرآن چقدر با برکت های. بعد از آن گفت انا بیت الظلمه فحمل سراجا و هو صلاة فی اللیل. گفت دویم چیزی که خانه قبر به ما مصلحت داده است که دویم چیزی که با خود بیارین، بعد یعنی که قرائت قرآن همراهت هست، دویم چیزم باید همراهت باشد، زیرا که من خانه تاریکی ام. برادرای عزیز، شما ببینید وقتی اگر چراغ نباشد، وقتی در خانه تاریکی باشد، چقدر در این حالت هم قلبهای شما تنگ می شود، چقدر خودتون ناراحت حس میکنید، در حال برای خودتون روشنی میکابید. قبر میگه اگر خواهی که خانه تو از تاریکی نجات یابد، روشن باشد، برای خودت نماز شب بیار، یعنی همراه خودت نماز شب بگی بیار. ولی امروز برادرها و خواهرای بسیار داریم غیر این 5 وقت نماز با نماز تهجد دارن، یعنی نماز شب دارن. امروز بسیاری از برادرها میبینی برای ما زنگ میزنن که از ساعت مثال من 2 میخیزم، از ساعت 3 میخیزم، خلاص جاگه که گرم شد ترک میکنه و برای خاطری که خانه قبرش مثل همی خانه واری روشن باشد میخیزد نماز تهجد میخواند، خواه 2 رکعت میخواند، خواه 4 رکعت میخواند. که ما درباره نمازهای تهجد هم در برنامه‌های پیشینمان معلومات داده بودیم. شما از اونجا هم میتونید درباره نماز تهجد معلومات ها را بگیرید. برای همین هر کسی که نماز شب دارد، بین اگر خانه تنهاییش با قرائت قرآن، اگر از تنهایی رها یابد، تاریکی خانه قبر تو به سبب نماز شب روشن می شود، زیبا می شود.
ولی در یک حدیث خواندم عبدالله ابن سلام حدیث روایت میکند رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یا ایها الناس افشوا السلام و اطعموا الطعام و صلوا و الناس نیام تدخلوا الجنه بسلام. ای مردم مسلمان، ای امتای خوب و نیک من، شما گفتن در بینتون هیچگاه سلام ترک نکنید، یعنی بر کسی میشناسی نمیشناسی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته را ترک نکن. دوم، هرگاهی که اگر امکانیت و شرایطتان باشد خیر و احسان را ترک نکنید، صدقه کنید. سیوم، نماز شب هاتون خوانید. حضرت بچی گفتن اگر این سه عمل در پایبند باشین تدخل الجنه بسلام، شما داخل شوید در جنت پرناز و نعمت الله مهربان. بعد از آن جناب ابن جوزی برای ما برادران عزیز فرمود که انا سیوم چیزی را که قبر میگم، میگوید که انا بیت تراب، انا بیت تراب فحمل الی فراشا و هو العمل الصالح. سیوم چیزی که خانه قبر ما را میگوید با خودتان بیارین، میگوید من خانه خاکم، یعنی خانه که مقصد در داخل من این رخت های ملایم، قالین های ملایم، کرپچه های ملایم، این دیوان های ملایم در داخل من نیست. اگر شما خواهید که خانه من با قالین ها و با دیوان ها و با کرپچه های مبدل، با کرپچه های ملایم مبدل شود، شما همراه خودتان عمل صالح بیارید. برادران عزیز، با خدای مهربان قسم امروز وقت داریم، فرصت داریم، پایبند عمل صالح شویم، زیرا که ساعت می آید که وقتی که دیگر الله مهربان یک درد را در ما و شما میگذارد که با همون درد دنیا را پدرود میگیم، دیگر امکان عبادت و اطاعت و عمل صالح نمی شود، دیگر پشیمان میشیم، برای ما هیچ نفع و فایده ندارد. شما میدانید که وقتی انسان سوره مؤمنون بینین آیت 99 را الله مهربان میگه وقتی که من انسان جانش میگیرم و او وقتی که میآید و میبیند که اینجا جای عمل صالح هست، اینجا با عمل صالح تو عزت میابی، قدر میابی. چطوری که حضرت عمر گفتن عز الدنیا بالمال و عز الاخره بصالح الاعمال، دنیا در پولدار مردم 4 تنگه داری، عزت داری. حضرت عمر گفتن لیکن آخرت عکس این است، کسی عمل صالح دارد او عزت دارد، او نفوذ دارد، او احترام دارد. برای این الله مهربان میگه وقتی جان بنده را میگیرم در سوره مؤمنون، بعد میگه قال رب ارجعونی، بعد میگه الله مهربان یک بار دیگه همین جان ما با پس نمیگردانی و من بر دنیایی که زندگی میکردم به همون دنیا بفرستی. برادر عزیز، حالا اگر بینیم برای چی بنده ای آرزو را میکنه، برای چی بنده از الله خواهش میکنه که یک بارک مرا نمیگردانی دنیا برم، میگه اینجا مقصدش برای دیدار پدر و مادرش نیست، یا برای مالهای جمع کردش نیست، یا برای فرزنداش نیست. اینجا میگه آرزو و تمنیات این به خاطر چی است؟ دوام آیت گوش کنین. قال رب ارجعونی لعل اعمل صالحا فیما ترکتو. تا پروردگارا من وقتهای داشتم، امکانیت‌ها داشتم، لیکن بیهوده گذرانیدم، بی‌پروایی کردم، هیچ اهمیت ندادم. خدای مهربان پس میگردم و همون وقتهایی را که من بیهوده گذرانیدم، به اهمیتی کردم، همونها را جبران میکنم. یعنی میرم در هر لحظه یافتگیم پایبند عمل صالح میشم. لیکن الله مهربان چیش میگه؟ کلا انها کلیمتون هو قائلها و من ورائهم برزخ الی یوم یبعثون. الله مهربان میگه هرگیز، من میدانستم، من این سخن پیشترم روان کردم که تو از من زاره میکنی، تولا میکنی، برای این طرح من گوشزد کردم که
جان تا وقت میگیرم حرکت کن که این حسرت با خودت نیار. من پیشتر شما را گفته بودم امروز دیگر بین تو و بین دنیا پرده گذاشتم که دیگر شما به طرف دنیا بازگشت دیگر نداری. یعنی چیزی کردی الک الحال حاصلش میگیری. برادران عزیز و گرامی، ما حدیث داریم ان الله لا ينظر الى اموالكم ولا الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم و اعمالكم. الله در مال نظر نمیکنه، در صورت نظر نمیکنه، در نسب نظر نمیکنه، لیکن نظر میکنه در دل و نظر میکنه در عمل. کنی ما چه عمل داریم؟ یعنی عمل ما پیش الله مهربان اعتبار است. حدیث داریم یتبع المیت ثلاثه، سه چیز از پس مرده می رود: اهله و ماله و عمله. بین اولادهاش می روند، مالهاش هم می برند اونجا در حق مردم و گورکن و کفن و دیگر هم می تیند. سیوم عملش هم از قفاش می رود. فیرجع اثنان و یبقى واحد. دو تا اینها میگه پس میگردن، یک تاش همراهی همان مرده باقی میمونند. یرجع اهله و ماله و یبقى عمله. اهلش قطعی مالش پس میگرده با میآید و عملش قطعی همون انسان در قبر میگذارند. خواه خوشبخت میشود خواه بدبخت میشود، ای دست عملش است. امام غزالی یک قصه میاره، میگه که باره میگه در جنازه یک نفر اشتراک داشتیم. در پهلو نگاه کردم یک جوانی بود. این امام غزالی حکایت داره. میگه طرف همون جوان گفتم اگر خداوند همین نفری که حاضر ما جنازه شو میخوانیم اگر همین زنده کنه، بعد زنده کردن همین با چی کار مشغول میشود؟ میگه جوان بسیار جوابی زیبا داد. گو اگر خداوند ایرا جانش دوباره گردانه، هر آینه تا آخری عمرش گفت وقت ضایع نمیکنه، همیشه پایبندی عملهای نیک و صالح میشود. بعد میگه جوان گفتم که بچم بسیار جواب خوب دادی بود، لیکن یقین دام که این دویم باره زنده نمیشود، لیکن با آن چیزی که گفتی بچم پایبند باش. بله برادران عزیز و گرامی، یک قصه دیگری را گوش کردم. میگه یک نفر مغازه رفتن، مغازین رفتن و خرید کردن و نزدی بگیم سوداگر آمدن. اگه حاضر همه کسه ها کاردا قدیشید است، کارتا قدیشید است، کارد هست. میگه وقتی همون کارت ما برآوردم، همون کارتا ما برآوردم تا خریدی کردگی ما از همون دارونی از درون همون کارتام بگیم مبلغ شو بگیرد. وقتی که میگه پیش همون اپارات در گذاشتش، از اپارات میگه صدا برآمد که مبلغت کافی نیست. حالا آن که میگه من میدونستم که قریب 3 برابر از خریدی من در کارتای من پول بود. میگه من گفتم ممکن که یکون خطا شده است، یک بار دیگر با همون کارتا را بر. این دو میگه وقتی بود گفت رمز خطاست، یعنی همون رقم هایی که هست همون خطا برآمدن. میگه وقتی اینا درست کرد گفت نقد چیزی داری بته. گفت مقصد خریدگی تا با پولی نقد گو بگیر، زیرا در کارتای تو مبلغ نیست یا رمزش خطا برآمد. بعد میگه سوداگر گفت امکان دارد که اگر همون کارت در پیش تلفن گذاشته باشی امکان دارد که همون کارتای تو را سوزاندگی باشد. خلاص میگه من از مغازین بیرون شدم و در گوشم فقط یک گپی بود: نقد چیزی داری؟ نقد داری؟ مقصد نقد چیزی داری که حسابت برابر شود؟ میگه در ذهن من، بردای خدا را بینید، در ذهن من میگه میدان قیامت آمد. من با امید پیش الله مهربان میگه که در حساب میگه ایستاده و امید بر همون نمازم دارم، روزم دارم، زکات دارم، حج دارم، بسیار چیزهای انجام دادم و با امید اونها ایستادگیم. و مبادا میگه یکی از الله مهربان
فریاد شود، خطاب شود که حقیقتا تو اعمالهای زیاد کردی، لیکن اینها را تو در پهلوی حسد، در پهلوی بخل، در پهلوی غیبت، در پهلوی حقارت، در پهلوی مقصد دیگر اعمال زیشتت گذاشتی، اینها را همش خورد نابود کرد، سوختن. یگان نقد، یگان اعمال دیگر داری. در ذهن میگه این آمد. برادران عزیز، برای این برادران عزیز و گرامی، ما باید که همیشه پایبند اعمال باشیم و هیچگاه ننازیم که من اعمال زیاد دارم، امکان دارد که با یک کردار زیشتمان اعمال هامون هم همش سوزد نابود شود. خلاص قبر سیم فریادش چی بود؟ این بود که من خانه خاک هستم. با خودت مقصد خانه را بیا آرا و تارت از قالین و از کرپچه و این چی بود؟ این عملی صالح بود. چهارم میگه قبر میگفت است که انا بیت الافاعی والاقارب فهمل التریاق و هو صدق. من خانه مارها هستم، من خانه کژدم هستم. برای خودت مقصد زهر در مقابل اینها بیار که او صدقه است. برادران عزیز، هر کسی که در دنیا نام سخیگی دارد، هر کسی که در دنیا دست دهنده دارد، این نفر برادران عزیز و گرامی خانه قبرش از اذیت این مارها و از اذیت این خزنده هایی که بسیار بر بالای بنده مسلط می شود، همه اونها را از خود دور میکند. زمان در دنیا این آدم برادر عزیز سخی باشد. سیوم پنجم بعد خانه قبر گفت انا بیت سؤال منکر و نکیر فاکثر علی ظهر لا اله الا الله محمد رسول الله. گفت من مقصد خانه چی هستم؟ گفت من گفتن سؤال خانه سؤال منکر نکیرم، یعنی اینجا منکر و نکیر می آید و تو را می پرسد. در پشت من کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله را زیاد بگو، انشاءالله گفت از این شب تو خلاص می آبی. برادران عزیز و گرامی، ما همراه خود 5 چیز باید می بردیم. از اینها تون دور نکنید. یکم قرائت قرآن بود، دویم نماز شب بود، سوم عمل صالح بود، ببینید، چهارم صدقه بود، پنجم لا اله الا الله محمد رسول الله. این 5 چیز را برادران در خداتون جمع کنید، همراه خدا نگه دارین تا اگر دنیاتون هم خیر و نیکی یابین، خانه قبرتون هم دیگر به تشویش می شود. الله مهربان توفیق منتید که از عهده این سخن عزیز خدا برآمده توانیم و الله را دعا کنیم که خدای مهربان هم دنیامونه هم آخرتمونه آباد گردانه و الله مهربان همیشه همه ما و شما را در پناه رحمت و عصمتش نگهبان باشد. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. آمین یا رب العالمین.